مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به نماینده‌های خدوم مجلس شورای اسلامی با شما صحبت بکنیم. یه مقداری از این سلبریتی‌ها و شاخه‌های مجازی بکشیم بیرون و برسیم و بپردازیم به این نماینده‌های مجلس که با انواع تخم و مرغمالی‌ها و شرکت در مراسم‌های عزا و عروسی ماها برای خودشون رأی جمع کردن و رفتن تو مجلس که یک قانون درست حسابی تصویب بکنن، اما رفتن توی مجلس و بیشتریاشون فقط رانت و لابی کردن که امروز به پشت پرده های این افراد میپردازیم. و یه آمار جالب هست که در دور قبلی مجلس شورای اسلامی میخوام عمق فاجعه رو به شما بگم. ما 270 تا نماینده مجلس رو با رأی دادن هامون انتخاب کردیم و فرستادیم مجلس و این 270 تا جالب بود که برای دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی وقتی ثبت نام کرده بودن 90 تاشون ناقابل رد صلاحیت شدن، یعنی از هر 3 نفر تقریبا یه نفرشون دل و دزد بوده یا اونجوری باید و شاید نتونسته تایید صلاحیت بگیره. نماینده‌های مجلسی که ببینید چقدر فساد تو پروندهشون بوده که با این همه نفوذی که داشتن باز هم رد صلاحیت شدن. از اون تعدادی که حدود فکر می‌کنم 240 و اندی ثبت نام کردن، از اون رقم 240 فکر می‌کنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله که خب بیشترش عرض کردم جرایم مالی و اقتصادی و سوء استفاده های مالی و اینها بود. البته این نبوده، هزار تا کثافتکاری و رانت و لابی و نمیدونم ارتباط با افراد مختلف بوده، گفتن حالا بیا اینو بدیم دادن دستش اومده بیرون و چیزهای دیگه پشت پرده بوده و گویا این نماینده مجلس که باید برن توی مجلس و قانون درستی تصویب بکنن رفتن توی مجلس و دل و دزدی و رانت و لابی کردن که امروز ما به این افراد میپردازیم. این سخنگوی شورای نگهبان گفتن که ما 90 تا از نمایندگان فعلی مجلس رو برای دور بعد رد صلاحیت کردیم. من اصلا وارد نیستم، میدونی هیچ اطلاعی ندارم. و گفتن اکثرا هم به جرم فساد، این تعبیر سخنگوی شورای نگهبان، 90 تا رد صلاحیت کردیم که اکثرا هم به جرم فساد مالی و مسائل اقتصادی رد صلاحیت شد. چقدر بد. حالا من میخوام بگم یعنی الان ما 70 تا مفسد مالی الان تو مجلس بس داریم. خب این 2-3 ماه آخر مجلس چرا در اختیار قرار؟ اگه اینا فساد مالی دارن 2-3 ماه چرا مجلس در اختیارشون باشه؟ 2-3 ماه هر چی میخوان بخورن. پرونده یکی از نمایندگانی هستش که در واقع مراجع رسمی البته هم گزارش دادن، گزارش هایی هم که دادن، مواردی که ذکر شده مثلا دخالت در امور اجرایی با تهدید مثلا نسبت به تعدادی از مدیران مثلا دستگاه اجرایی شهرستان و استان. عرض کنم که تلاش برای تبرئه متهمین که در حوزه قاچاق مثلا فعالیت داشتن، لابی کردن و کارچاخ کنی در حوزه اقتصادی با شرکت‌های مختلف، با عرض کنم که نهادهای مختلف. یه نمونه دیگر راندخواری با سوء استفاده از موقعیت نمایندگی، خرید مثلا چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل. و جالبه که میان پشت میکروفون آنچنان حرفای خوشگل میزنن و حرف از مردم میزنن، حرف از حق مردم میزنن، وقتی اینطوری میشینی و نگاهشون میکنی میگی واو اینا اصلا خود مردم هن. برای مثال آقای تقی کبیری که نماینده خوی بوده که دکترای علوم قرآنی هم دارنشون، دزد خونش رو میزنه و 400 میلیون تومان پول نقد به همراه 200,000 دلار از توی خونش دزدی میکنن. و جالبه که خودش ما تکذیب میکنه، میگه نه 400 میلیون و اون 200,000 دلار نبوده، 250,000 یورو بوده. که جالبه همین آقای تقی کبیری کسی بوده که
پشت میکروفون رفته بوده، گفته بوده که باید با اشرافیگری مبارزه شود، باید مسئولین در تراز مردم باشن. و وقتی مردم از رادیو، از تلویزیون صحبت‌های این نماینده مجلس رو میشنوندن، واو چقدر آدمای مردمی. بعد خبر دزدی خونه‌شون میاد بیرون، پشمای آدم میریزه که این همه فقط پول نقد تو خونه‌شون دارن. اول بریم این صحبت‌های خوشگلش رو توی مجلس بشنویم. دولت بایستی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و با اشرافیگری مبارزه کند و در این راستا بایستی خود پیش قدم تر باشد و امروز مردم ما را تبعیض‌ها رنج می‌دهد. لذا بایستی مسئولین در تراز مردم زندگی کنند و خود را همتراز با مردم در رفتار و معیشت تنظیم کنند. بله، صحبت این آقای تقی کبیری رو شنیدید و مردم هم گفتن واو چقدر آدم خوبی. بقیه نماینده‌های مجلس اومدن مصاحبه کردن، گفتن که حالا اختلاف هست بین علمای توی مجلس و پلیس و گزارش‌های مختلف که این آقای تقی کبیری انقدر پول تو خونش نبوده. بشنوید این صحبت‌های این شخص رو، جالبه. عرضم خدمتتون که یه چیز خبری هم اومد بیرون، تش هم معلوم شد هم معلوم نشد که خونه یه نماینده‌ای رو تو همین سعادت‌آباد تهران دزد میزنه و پر دلار و یورو و رقم‌های کلان. این درست بود دیگه، درسته؟ ما 2 تا گزارش داریم از پلیس، یعنی 2 تا صورت جلسه سرقت داریم. یه صورت جلسه سرقت در شب واقعه داریم که با امضای خانواده اون آقای نماینده هست و اون گزارش اولیه توش دیده میشه. یه صورت جلسه روز بعدش داریم که با امضای خود آقای نماینده است که اون مبالغ توش دیده نمیشه. بله، خلاصه این داستان این آقای نماینده مجلس تمومی نداشت دیگه. یعنی هر کسی از هر جایی می اومد یه ماسمالی این قضیه رو میکرد. خب مشخصه دیگه، تهش هم میشه رانت و لابی. از اون طرف نهادهای ناظر هم که نظارت میکنن بر نماینده مجلس هم باحالن. میدونید دیگه کار یک نماینده مجلس تصویب یک قانونه و نظارت بر اون. اما همین نماینده‌های مجلس میرن توی کوچه ها و نمیدونم مساجد و توی مراسم های مختلف و مصاحبه میکنن و سخنرانی میکنن، میگن که ما برای شما شغل ایجاد میکنیم، ما برای شما کار ایجاد میکنیم. آخه نماینده مجلس چی گیر آوردی مردم؟ مگه وظیفه تو ایجاد شغله؟ وظیفه تو اینه که بری توی مجلس قانون تصویب بکنی، بهش نظارت بکنی. مردم هم خب خیلی هاشون چون مطالعه نمیکنن نمیدونن که وظیفه شما چیه، که میگن واو دمش گرم چقدر خوب صحبت میکنه، بریم بهش رأی بدیم. از اون طرف نهادهای ناظر هم خیلی باحالن. مثلا یکشون آورده بودن توی تلویزیون و میگفتش که آره ما فساد دیدیم توی نماینده مختلف و یه فساد رو ما شنیدیم، رفتیم گوش اون نماینده ها رو کشیدیم، گفتیم که فلانی دارن راجبت اینو میگن، دارن بهت میگن که فساد نمیدونم چی. بعد اون طرف به ما یه توضیح داده، ما قانع شدیم که آره طرف فساد نکرده. آخه مردم چی گیر آوردید؟ نه بفهم، شما به عنوان نهاد ناظر بردار به اون نماینده مجلس بگو که مثلا تو داری اختلاس میکنی، دزدی میکنی، رانت میکنی، بعد طرف هم میگه آره من دارم این کارو میکنم، گردن بگیره. خب تابلو گردن نمیگیره، یه جوری هم تو رو میپیچونه، بعد از اون هم میره با اون کسایی که با هم دیگه گروپ رانت و لابی کردن میگن اوه داره گند قضیه بالا میاد، ماسمالی بکنید. برید بشنوید این صحبت این نماینده ناظر یا این نهاد ناظر بر نماینده مجلس رو. من همین امروز صبح مجلس بودم، یه خبری به من رسیده بود که فلان نماینده مثلا فلان اشتباه رو کرده که یه آغازی است برای یک انحراف. خب من صداش زدم، همون صبح باهاش صحبت کردم، گفت نه اینجوری نیست، اینجوری بوده. بله شنیدید این صحبت ها رو. فکر کنید که مثلا طرف هم میاد گردن میگیره. ببینید که طویله این مجلس برای همینه که در دوره آقای احمدی نژاد 170 تا از نماینده‌های مجلس همین آقای خاوری رو تایید کرده بودن. یه رانت ریزی آقای خاوری کرده بود و همین نماینده‌های مجلس تایید صلاحیتش کردن. بعدش هم رانت و لابی که الان هم مجلس و اون دورهشون هم تموم شده، خدا میدونه کجا. زیرمیزی هم انواع اقسام رشوه‌ها رو میگیرن توی اون 4 سال یا 8 سال دوران خدمتشون به مردم در مجلس شورای اسلامی و غیب میشن. همشون هم قربونش برم اقامت‌های اروپا و امریکا و جای مختلف رو دارن. و جالبه که مثلا توی این
چند وقت گذشته هم ما خبر دیدیم دیگه، مثلا شنیدیم دیگه، خودرو دنا گرفتن، نمیدونم خودرو 206 گرفتن، وام خونه گرفتن. امروز یه خبری خیلی سر و صدا کرد که یه دستگاه خودرو دنا پلاس با قیمت کارخانه به شکل اقساطی به نمایندگان مجلس داده شده. برخی نمایندگان توضیح دادن که آقا به هر حال رفت و آمد ما با مجلس بوده، این خودرو رو که به ما دادن بارش از روی ترابری مجلس برداشته شده و یه سری استدلال‌های مختلف. اما تو شرایطی که خودروسازها این همه دارن مردم رو اذیت میکنن، تو شرایطی که مردم برای گرفتن خودرو باید تو صف وایسن، باید تو نوبت وایسن، خیلی از خودروها تحویل مردم داده نشده و هزار مشکل تحویل گرفتن یه خودرو دنا پلاس با قیمت دولتی و اقساط نشانه اینه که نمایندگان مجلس انگار اصلا حواسشون نیست نماینده چه کسانی هستن یا تو چه شرایطی دارن این خودرو رو تحویل میگیرن. و قانونایی هم که تصویب میکنن به نفع خودشونه. چند تاشون رو الان براتون مثال میزنم. به عنوان مثال مثلا میان بنزین رو از لیتری مثلا 500 تومن و 1000 تومن میکنن، لیتری 1500 تومن و 3000 تومن، از مثلا لیتری 800 تومن به 1000 تومن و به بالا. حالا منظورم این هستش که افزایش قیمت بنزین میدن، بعد خودشون ماشین هایی دارن پلاک قرمزه، بنزین دولتی میزنن و اصلا دست تو جیب مبارک خودشون نمیکنن. خونه هم که دولت بهشون میده، رانت و لابی هم دارن و یه امضا میکنن و 1000 تا کثافتکاری پشت پرده میکنن، کسی هم خیرشونو نمیگیره. اینقدر آدمای دمکلفتی هم. این یه نمونهشه. یا مثلا تو همین 7-8 ماه گذشته که مدارس باید غیر حضوری میشد، با این سیستم‌های آنلاین میشد، اومدن و فشار آوردن که باید مدارس خصوصی بازگشایی بشه. چرا؟ چون خبر رسیده که آقایون نماینده مجلس 200-300 تا مدرسه غیر انتفاعی دارن و گردش مالی 24,000 میلیاردیشون در یک سال تحصیلی کم میشه. گردش مالی 24,000 میلیاردی. اینو رسانه‌های مزدور خارج از کشور یا آدم‌های مزدور نمیگن ها. اینو خود نماینده‌های مجلس، نماینده‌های سابق مجلس که رفیقای همینان یا مسئولین دارن افشا میکنن ها. پس ببینید قوانینی که تصویب میکنن اول منفعت خودشون رو در نظر میگیرن. شما متوجه شدید پشت صحنه این تصمیم گیری چی بود؟ چون همه تعجب کردن که این چه مدل تصمیم گیری بود. من به نظرم پشت پرده هایی تو این قصه وجود داره. بدون تعارف بگیم، به نظر خود من این پشت پرده ها قابل بررسیه. چه پشت پرده هایی؟ ببینید آقای دلاوری، مردم میگن با توجه به اینکه مدیران آموزش و پرورش خودشون مدارس غیر انتفاعی دارن، ما اگه جمعیت آموزش و پرورش و دانش آموزانشو 2 میلیون حساب کنیم که در مدارس غیر انتفاعی، یه گردش مالی 24,000 میلیارد تومانی تو این حرکت هست. شما نگاه کنید، خیلی آمدن از مدارس غیر انتفاعی گفتن اگر غیر حضوری باشه برن، چه لزومی داره برن تو غیر انتفاعی؟ خب میرن تو مدارس دولتی آنلاین به هر جهت ادامه تحصیل میدن. یه آماری رو به نظرم کاهش داشت. لذا این بازگشایی مدارس به نظر من اصل قضیه نیست و خود آموزش پرورش هم میدونه سال تحصیلی گذشته و الان در خصوص حضوری برگزار شدن مدارس چیزیست نشدنی. مگر یعنی چه فرقی کرده؟ شما معتقدید این بازگشایی اعلام شد که مردم برن شهریار رو بدن، بعد دوباره بگن خب حالا دیگه فعلا برید آنلاین بشید؟ یعنی مردم ما هوشمندن، اینو دارن میگن، بیاد آموزش و پرورش رفع ابهام کنه. این که ما میایم تصمیمی میگیریم، ببینید تو تصمیم‌های کلان کشور تصمیم میگیرن، عمل میکنن، بعد که به پاسخگویی میرسه میگن کی بود ما نبودیم. این هم تازه یه قلمه دیگه از قانون‌هایی بوده که اینا تصویب کردن. یا مثلا ورود کالاهای مختلف، انواع اقسام خودروها
بعضا بعضی از این نماینده‌های مجلس سهامدار بعضی از مثلا شرکت‌های قطعات خودرو میشن و یه قانون تصویب میکنن که باید فلان قطعه از کشور از خارج از کشور وارد نشه، چون میگن که خب داخل کشور و محصولی هستش که باید داخل کشور باشه. از این نوع سبک رانتولابی‌ها زیاد انجام میدن که حالا تازه این موضوعات گندش بالا اومده. بعد شما اینجا داشته باشید که سواد این نماینده مجلس تا کجاست. نماینده مجلس اومده توی مجلس و سخنرانی کرده، گفته که چون پولهای ایران در کره بلوکه شده نباید صدا و سیما سریال جموم رو پخش کنه. یعنی من باید بزنم تو سر خودم ببینید چقدر داغونن. میگن سریال جموم نباید پخش بشه به خاطر اینکه پول مردم ایران توی کره بلاک شده. حالا خیر سرش انگار مثلا پول مستقیم میاد توی حساب مردم. ببینید اینا. از دولت و ملت ایران درخواست میکنیم، امیدوارم به اون نقطه نرسیم، چون ما بنامون بر روابط و تعاملات دو و چند جانبه با کشورهای مهم هست. برادر مقتدای وقت تمام است. حقوق بین الملل به ما اجازه پیگیری میده، حقوق داخلی هم اجازه میده. من خواهش میکنم دستگاه ها و نهادهای مرتبط اقدام بکنن. همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میخوام فعلا پخش برنامه‌های ساخته شده در کره رو از صدا و سیما مورد تأمل قرار بده. همه عزیزان هم در این جهت همراهی و همکاری خواهند کرد انشالله. بله، البته بعضی از این نماینده‌های مجلس هم این مجلس رو با محافل شعر و مشاعره و شب شعر قاطی کرده بودن. یعنی توی مجلس میرفتن به جای اینکه حرفای خوب بزنن که یک قانون درست حسابی از توش در بیاد، بیشتر شعر و ور گفتن تا اون چیزی که به درد مردم بخوره. فقط هم حرفای خوشگل زدن ها. بشنوید. و خطای بنده چو گیرنده اعتبار، معنی بخشش و عفو و رحمت پروردگار چیست؟ تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. گفتمش در دل ما لات و منات است بسی، گفت این بتکده رو زیر و زبر باید کرد. بله دال آقای یزدانی. دلی سربلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. میم داره بچه، یه دونه شعر بگین با میم شروع بشه. ما بدین در نفی حشمت و جا آمده. این دیوونم کرده دست این دره. ملتان هم مادر. شما چیزی بلد نیستین؟ میم با میم شروع بشه. مثلا جان دلم را که این جان دلم را بامی که برخواه مشکل نشیند به چی بود آخرش؟ دال. دولت عشق و امید و اعتدال و انعطاف خط بطلان میکشد بر واژه‌های اختلاف. احسن. حلقه مفقوده را لطف خدا اهدا نمود، رأی ملت یوسف گمگشته را پیدا نمود. آفرین. در گلستان چه بوی علفی می آید. به به. درخت تو گرباره دانش بگیرد زیر آوری چرخ نیلوفری را. اندکی پیش تو گفتم خبدین ترسیدم که دل آزرده نشوی، ورنه سخن بسیار است. تنت ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. دل مرا به نگاهی نشانه کردی باز، ز دیده آب زرشکم روانه کردی باز. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کژی زاید و کاستی. یا یزدان مرا به نفع بشر آفریده است، بیبار و بر چو شاخه عرعر که نیستم. میم. مطلق آن آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. بله. دست در جیب شوهرت نکنی، کارتونک بسته عنکبوت آنجا. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. یک کرگدن، یک سیب، یک آلو بخارا، یک هندوانه، سطل یخ، یک گوش بیکار.
روان روشن سعدی که شمع محفل توست به هیچ کار نیاید گرش نسوزان. بعد تهش چه اتفاقی میفته؟ قانون درست حسابی که تصویب نمی‌کنن، میان توی مجلس و میگن که آقای روحانی همه مردم برای رفتن شما لحظه شماری میکنن، همه مردم. حالا آقای روحانی سر جاش برای رفتن امثال نماینده مجلسی که توی مجلس انواع اقسام رانت و لابیا کردن، اینا هم لحظه شماری میکنن و گفتم که در جریان باشید و ببینید. جناب آقای روحانی، در شرایطی که همه ملت ایران، اهم از کسانی که به شما رأی دادند و از رأی خود پشیمانند و آنها که رأی ندادند، برای اتمام دوران ریاست جمهوری شما لحظه شماری می کنند و نمایندگان مردم در مجلس هم با توجه به مصالح کلی کشور دولت شما را به مثابه خار در چشم و استخوان در گلو تحمل می کنند. لااقل هر از چندی با طرح سخنان تفرقه انگیز و تنش آفرین با اعصاب و روان مردم بازی نکنید. شما که جسارت چند دقیقه حضور در بین جمعی از مردم را ندارید و تاکنون حاضر نشده اید حتی چند دقیقه در جمعی از پزشکان و پرستاران یک مرکز درمانی کشور بروید و به آنها برای مقابله با بیماری کرونا خدا قوت بگویید، چگونه به خود اجازه می‌دهید مسائلی همچون پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کنید؟ در طی روزهای اخیر خبر اتمام فرایند 6 بانک متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه توسط مسئولان دولت اعلام شد. امروز وزیر پیشنهادی سمت توسط رئیس محترم جمهوری که خودش را مخفی کرده و به هیچ وجه در انظار عمومی نمی آید و حتی برای دومین بار در مجلس شورای اسلامی برای وزیر پیشنهادیش حضور پیدا نکرده و ما متاسفیم. آقای رئیس جمهور، میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده را بیافت برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو. این جمله‌ایه که داره گفته میشه تو کشور. مردم به شما سر سوزنی اعتماد ندارن، چه برسه به وزیر پیشنهادی که 2 دهه خارج از کشور بوده. ببینید دوستان، کسانی پشت پرده انتصاب جناب آقای رزم حسینی در جایگاه وزیر سمت هستند که اگر من بخوام پشت پرده هاشو نام ببرم تعجب میکنید. ملاقات هایی که افراد فاسد کنار آقای رزم حسینی داشتن با مسئولین و بعضی از نمایندگان که به تعداد انگشتان خلاصه این اتفاقات عجیب و غریبی که داره در صنعت پر رونق مجلس ایران هم اتفاق میفته، بعد اینجوری بگیم احسنت نمیخواد. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، خواهش میکنم لغو نکنید، سرها در گریبان است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. احسن نمیخوام، احسن نمیخوام، احسن به همون اندازه که دردهای جامعه را میشناسید به اون احسن به خودتون بگید. بله، احسنت نمیخواد، فقط باید تفکر کرد که کیا رفتن داخل مجلس ما که یک قانون تصویب بکنن واسه مردم ما. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کامنت هم برامون بذارید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه